سلام علیکم دوستان عزیز. امروز 26 اپریل سال 2025 مکتب دهه پتخین کابینت کامپیوتر. من اینجا دیرکتور مکتب و معلم درس میدادگی از کامپیوتر. چند وقت شد این کامپیوتر رو گرفتیم؟ چند وقت شد کامپیوتر؟ کامپیوتر نو 6 ماه شد. 6 ماه شد. معلم کامپیوتر یا خودت معرفی کن. خب این فامیل نومت گوزان. فامیل نام من صوفی کرمانبای دولتی است. راستی که الان سالی که بدون که من چندین سال است که به همین خواننده درس کامپیوتری می‌آموزم. راستی که علاقه خواننده من این خواننده است که می‌دونم می‌توانم برای مستقیم کامپیوتر کار کنم. من شده که دیدی برای تنظیم کردن برای متن یا نوشتن برنامه‌ها حالا همین مکتب دهه پتخین سالهای تخمینا 59-60 در خانه یک معلم بود. یا معلم از صنف 1 تا 4 درس میدادن. بعد نزد حوض پتخین با 4 تا کابینت شد. در اونجا بچه‌ها تحصیل میکردن. من امروز خیلی شرایط‌های خوب شدگی از این دهه خیلی آدم‌های معروف در جمهوری پیدا شدن، شاعر و نویسنده و انجینیر و فکرم امسال آینده بین اینا ممکن کسب هم برو. نیتی نه از نصف دولت همه تا آباد شوید، سلامت باشید، هر روز کتاب خوانید چون که همه علم در کتاب هست. این کامپیوتر هم هر روز سویت شود کار نبرد، شما با کتاب کار میکنید. سلامت باشید.